салом шунавандагони азиз, охирин таҳвилоти тоҷикистону ҷаҳонро дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман мешунавед. имрӯз 29 июли 2020 сол. хабарҳоро аз тоҷикистон шурӯъ мекунем. дар тоҷикистон шумораи ҷиноятҳои хусусияти коррупсионӣ дошта коҳиш ёфтааст, гуфт зимни нишасти матбуотии раҳбари агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ҷумҳурии тоҷикистон генерал-майёри адлия Сулаймон Султонзода. сабаби асосии коҳиш ёфтани ҷиноятҳои дорои чунин хусусиятро Сулаймон Султонзода фаъол гардидани фаъолияти кори оҷонсӣ номид, ки корҳои зиёдеро оид ба огоҳонидани мансабдорон ва соҳибкорон дар бораи оқибатҳои вайронкунии қонун анҷом додааст. директори оҷонсии зидди фасод ҳамчунин оморро дар бораи ҷиноятҳои дар 6 моҳи соли сифарӣ содир гардида эълон дошт. Ба гуфтаи вай, дар 6 моҳи аввал 1218 ҷинояти хусусияти иқтисодӣ ва коррупсионӣ дошта ошкор карда шуд, ки ин назар ба соли гузашта 162 ҳолат камтар аст. шумораи ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ низ дар ин самт рӯ ба коҳиш аст. дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ 652 ҳолати ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ дар самти мазкур ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 63 ҳолат камтар аст. президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосимҷомарт Тоқаев дар ҷаласаи ҳукумати кишвараш дастур додааст, ки то ба эътидол омадани вазъи эпидемиологӣ тӯли 2 ҳафтаи дигар ҳолати қарантинӣ дар Қазоқистон тамдид карда шавад. طبق نوشته خبرگزاری‌ها تدریجاً سبکگردانی چاره‌های قرنطینه‌ای با نظرداشت وضع مرکب احتمالی اپیدمیولوژی در قزاقستان و با مقصد پیشگیری موج پنجشنبه ویروس کرونا چاره‌های محدود کننده جاری کرده شده است. در قزاقستان در شرایط بد شدن وضع اپیدمیولوژی و افزایش بیماری کرونا ویروس و گزک شش یا خود به اصطلاح روسی پنیومونیا، مقامات دولتی 5 ایول محدودیت‌های قرنطینه‌ای را دوباره جاری کردند که در نتیجه به یک قطار کارخانه‌های خدمت‌رسانی، سودای چکنه و رفت و آمد حمل و نقل مسافرکشانی تاثیر منفی خویش را گذاشت. در اول محدودیت‌های مذکور تا 14 ایول مقرر گردیده بودند، اما بعداً مقامات جمهوری قزاقستان آنها را تا سنه 2 اوگوست تمدید کردند. وزیر تندرستی جمهوری قزاقستان الکسی چوی در جلسه حکومت یک روز پیش اعلام کرد که مرحله به مرحله سبک کردن محدودیت‌ها از 3 اوگوست امکان پذیر است و پیشنهاد نمود که از هفته آینده منع کار در یک قطار کارخانه‌های سودا و خدمت‌رسانی بکار کرده شود. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. سفارت کوبا در روسیه خبر میدهد که روسیه و کوبا از روز 15 سپتامبر برقرار کردن پرواز منتظم را طریق شرکت هواپیمایی ایرافلوت از مسکو به هاوانا را بررسی میکنند. روز جمعه 24 ایول معاون رئیس حکومت روسیه تاتیانا گولیکووا اعلام کرد که روسیه پروازها را با 3 کشور از 1 اوگوست آغاز میکند که اینها بریتانیای کبیر، ترکیه و تانزانیا میباشد. رئیس حکومت فدراسیون روسیه میخائیل میشوستین فرمانی را امضا کرد که طبق آن محدودیت‌ها برای ورود به روسیه که بنابر پنجشنبه کرونا ویروس برای شهروندان این کشورها جاری کرده شده بودند بکار کرده شد. در حال حاضر مسئولان شرکت ایرافلوت و مقامات آویاسیون شهروندان کوبا درباره برقرار کردن پروازهای منتظم به هاوانا از 15 سپتامبر مذاکرات را آغاز کردند. یادآور می‌شویم که روسیه در پس منظر پاندمی کرونا ویروس از 27 مارس پروازهای منتظم و چارتری را با دیگر کشورها قطع کرد با استثنای پروازهای صادراتی. از 31 مارس روسیه شماره پروازهای بیرون را کاهش داد و اینچنین به شماره مسافران وارد شده محدودیت‌های مخصوص مقرر نمود. از روسیه به دولت اسرائیل می رویم. خبرگزاری هرس می نویسد که افراد نامعلوم به تظاهر کنندگان علیه عملهای پلیس در تل آویو حمله کردند که در نتیجه 5 نفر مجروح شدند.
خبر روزنامه می‌نویسد تظاهرگران شام سه‌شنبه در شهر تل‌آویو پایتخت دولت اسرائیل از نزد خانه وزیر امنیت داخلی امیر اوهانا به شهرهای ایالون می‌رفتند. اما افراد نامعلوم تظاهرگران را ناگهان زدند. حمله‌گران با نقاب‌های سیاه و چوب دست‌ها به تظاهرگران دست به گریبان شده. حتی به گفته شاهدان عینی آنها از گس اشک‌آور نیز استفاده کردند. سخنگوی پلیس دولت اسرائیل میخائیل زنگرمن به رسانه‌ها گفته است که 4 گمانبر برای حمله و ویران کردن ترتیبات جمعیتی بازداشت شدند و تفتیشات در این سمت ادامه دارد. وزیر دفاع بنی گانت گفته است آنهایی که دیروز بر تظاهرگران حمله کردند باید دستگیر و جزا داده شوند. یادآور می‌شویم که طی چند وقت است که در شهرهای گوناگون دولت اسرائیل نوبسته از محدود بودن چهاره‌بینی‌های عمومی بنا به سبب خروج کرونا ویروس، ساکنان دست به تظاهرات زده از حکومتداران طلب دارند که پیش راهی بیکاری گرفته شده تأمینات کمک‌پولی‌های اجتماعی از جمله نفقه پیرانسالان و معیوبان بالا برده شود. در ادامه موضوع نظر به تاجیکستان میکنیم. حکومت جمهوری تاجیکستان شماره گروه‌های آسیب‌پذیر کشور را اعلام کرده است که در دایره پیشگیری تاثیر کووید 19 به ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی جمهوری به اندازه حداقل مزد مهنت کمک یک دفعه نمیگیرند. طبق ضمیمه قرار روز 11 ایول که حکومت قبول کرده است، شماره پیشکی این گونه آدمان تقریباً 488,000 نفر است. از جمله شهروندانی که نفقه اجتماعی میگیرند 70,000 نفر، معیوبان 149,860 نفر، یتیمان و کودکانی که سرابان خود را از دست دادند 82,000 نفر، کودکان معیوب تا 16 ساله که با ویچ اسپیس رعایت یافته‌اند 1000 نفر، شهروندان کم درآمد 184,644 نفر و گریزه‌های کم بضاعت 300 نفر را تشکیل می‌دهند. قید کرده می‌شود که روی خط گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی تا 1 ایون سال 2020 تمدید کرده شده بودند که از این رو انتظار می‌رود که شماره نفقه‌خوران، معیوبان، یتیمان و کودکانی که سرابان خود را از دست داده‌اند تغییر یابد. به ساختارهای داخل‌دور سپارش داده شده است که تا 1 آگوست سال روان روی خط گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی را با ذکر نسب، نام پدر و جای استقامت ترتیب داده آنها را به وزارت مالیه و امانت بانک پیشنهاد کنند. به وزارت مالیه دستور داده شده است که طبق ترتیب مقرر کرده شده برای پرداخت کمک یک وقته مبلغ جدا نمایند و امانت بانک پرداخت سر وقته مبلغ‌های مقصدناک را که به صورت حساب واریز شده است با استفاده کارت‌های پرداختی بانکی تامین می‌نماید و آنهایی که کارت ندارند در روز گرفتن کمک یک دفعه به آنها پول نقد داده می‌شود. ادامه خبرها. تا سنه 29 ایول سال روان 16.7 میلیون سومانی 482,000 دلار و 25,000 روبل روسیه به صورت حساب خیریوی در سردوره خزینه‌داری مرکزی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان گشوده شده جمع گردیده است. در مجموع این 25 میلیون سومانی و تقریباً 12.5 میلیون دلار است، گفت وزیر مالیه کشور فیض‌الدین قهارزاده در نشست مطبوعاتی. ما می‌دانیم هر یک سازمان و تشکیلاتی را که به حساب خیریوی پول انتقال دادند، اما آنها را نامبر نمی‌کنیم. مبلغ‌های جمع شده به خراجات مربوط به مبارزه با پاندمی کرونا ویروس روانه کرده می‌شوند. علاوه داشت وزیر مالیه. همچون نمونه فیض‌الدین قهارزاده تنها قید کرد که یک صاحبکار تاجیک که در روسیه کار می‌کند به صورت حساب 100,000 دلار و یک دولت 300,000 دلار انتقال داده است. وزیر مالیه جمهوری قید کرده است که انتقال مبلغ‌ها ادامه دارد و اطلاعات درباره حجمشان مرحله به مرحله داده می‌شوند. از خودکنی کمک‌های وارداتی از جانب اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان تفتیش کرده می‌شود. صورت حساب خیریوی در اول ماه اپریل برای تخفیف چاره‌های ضد اپیدمیولوژی با سبب پاندمی کووید 19 و متمرکزانی کمک مالیوی شده است. صورت حساب با پول ملی سومانی، دلار ایالات متحده آمریکا و روبل روسی شده است. اولین شخصی که به صورت حساب خیریوی مبلغ انتقال داد، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بود که با این عمل غمخوارانه خود دل صدها نفر دیگر را تسخیر نمود.
مهمترین اخبار این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. سلامت باشید و برنامه‌های دیگر رادیو مهاجر مستقیما جریان می‌گیرد.